نظر شما وابسته به وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چگونه است؟ آیا تاجیکستان به وارد شدن به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا چی فایده و چی ضرر خواهد کرد؟ البته این مسئله ببینید یک مفهومی است که پهلوهای گوناگون دارد. یعنی وارد شدن تاجیکستان به این اتحاد، ببینید مسئله اساسی امنیت یک دولت می رود. ما اعضای سازمان دسته‌جمعی همکاری هستیم، همچنین اعضای سازمان های دیگری عمومی جهانی هستیم که دارید به اقتصادیات، به امنیت و دیگر. در این جاده از بس که قسم های نظامی 201 کمی روسیه در تاجیکستان است، ما خطر در افغانستان داریم، از بس که مهاجران مهنتی داریم که در روسیه کار میکنن، در گردش معاملات تاجیکستان، اینا بازار تاجیکستان دست دارن، یعنی حصه‌گذار هستند. بسیار پهلوهایی هست که وارد شدن تاجیکستان به اوراسیا امکانیت های زیاد به ما میدهد. امروز مثلا خطرهایی که از افغانستان به ما می آید و البته ما از اودکبی هستیم، لیکن در اون حالت وقتی که اتحاد اوراسیا می شویم، ببینید قسم نظامی هم پرزورتر کرده می شود، یعنی که نظارت های گمرکی هم بیشتر می شود. اینجا مناسبت های اقتصادی شکل دیگر هم می گیرد که البته هم سیاسی، هم اقتصادی و هم امنیتی ما را پرزور می کند. دیگر که در وارد شدن قاچاق، بعضی مسئله هایی که به فساد منسوب هستند، در اینها کمک میکند. یعنی وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اوراسیا این برای تاجیکستان منفعت های زیاد میآورد. البته در طول یک چند سال ها ما وارد نشدیم. ببینید تاجیکستان همچون مثلا چی بگیم یک دولت مستقل است، ولی مناسبت های دیگر دولت ها که در اتحاد هستند، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروسیا، خب اینا باید تحت آموزش قرار بگیرند و منفعت های تاجیکستان نیز در اینجا در نظر گرفته باید بشود. از این رو ساختار مربوطه دولتی این را تحلیل دارند و انمون تحلیل و پیشنهادها را با واسطه شرطنامه و دیگر مناسبت ها اینا پیشنهاد میکنم بر روسیه و فکر میکنم یکی از سبب‌های طول کشیدن هم همین بود، یعنی آموختن بیشتر منفعت و ضرری این وارد شوی. ببینید شما در مورد آموختن این موضوع صحبت کردید که تاجیکستان بیشتر از 5 سال است که این موضوع رو می‌بیند، می‌آموزد، در حالی که دیگر کشورها در مدت 1 سال یا 8 ماه 10 ماه آموختند و تاجیکستان از سال 2014 است که این رو می‌آموزد و در تجربه دیگر کشورها دید این مسئله را. چرا تا امروز تاجیکستان به این اتحاد وارد نمی‌شود؟ یا اینکه ما تا امروز آن متخصصینی را در حکومت نداریم که در مدت کوتاه این مسئله را آموزد و خلاصه آخرین یا تاجیکستان به این اتحاد وارد میشد یا اینکه از این اتحاد دست میکشد. یعنی این را برای مردم پیشنهاد میکردن که برای مردم دقیق‌تر میشد که تاجیکستان به این اتحاد وارد میشود یا نه، چون در حالت نامعینی گذاشتن یا بیشتر از 5 سال آموختن یک کمی نشان میدهد که آنهایی که در حکومت نشستن قابلیت یا خوب درک نمیکنن این سوال رو، به این خاطر است که این طول میکشد یا همون سواد کافی ندارند که خلاصه عمیق و دقیق را تیان. ببینید برادر، اینجا دیگر پهلو دارد.
ما باید مسئله را همه پهلو نگاه کنیم بعد خلاصه خدمت پیشنهاد کنیم. در یگان دولت آسیای مرکزی چون تاجیکستان جنگی شهروندی نشده است و تمام اینفراستراکچورهای اقتصادیاتی هم صنعتی و هم کشاورزی فلج و نیست و نابود نشده است. ما هم را از نو قریب که سر کردیم. وقتی که از نو سر کردیم حضور قماندان ها و دیگر نیروهایی که در اینجا برخورد داشتن با حکومت در اینجا خزینه تاجیکستان یعنی نظام پولی و مالی و اقتصادی پورا برهم کرده بود. در این حالت برای تاجیکستان برای شروع کردن یعنی تشکیل یک دولت قرض در کار بود. قرض به ما همه ندادن. اولین این ویف داد. مثلا البته در اینجا دست امریکا هم هست که امریکا هم برای کمک با واسطه این ویف یعنی دست بود که ما را کمک کنند. دیگر دولت ها امکانیتی داشت دادن قرض نداشتن یا بعضیاش نمیخواستند. ببینید وقتی که ما قرض زیاد گرفتیم و چون دولت ساختیم در این جاده بعضی قرضهای ما رو در همون سطح دادن که یعنی در اونجا یک بگیم در یک سطر همین خیلی نوشته میشد که شما مثلا با اتحادیه اقتصادی و یا دیگری که شما را محدود میکند فعالیت اقتصادیات و یا که مثلا مناسبت های دیگر رو یعنی نسبت به روسیه یعنی کریس موندن که کریس یعنی که ممنوع که شما بسیار داخلتر به این موضوع روسا نشوید. ما قرضها رو با شرط ها گرفتیم. علاکه همون قسمش قرضهایی که با شرط ها گرفتیم امروز قریب آخر آمده است. ما از اونها خلاص میشیم و بعد مستقیم من فکر میکنم که در اتحاد اوراسیا وارد میشوند چون که ما هم امکانیت ها هم مشکلات ها هم دوربینی های زیاد هم حکومت هم نسبت به روسیه دارد و هم واخری هایی که پرزیدنت تاجیکستان با پرزیدنت روسیه برگزار می شود در همچون شریک استراتژی احترام خب در یک سطح باوری بلند صحبت میکنند. از این رو انا همین قرضهای بدن که حکومت پابند کردند. لیکن اگر این قرضها هم نمیشد نظام دولت داری رو ما عموما که شروع کردن نمیتوانستیم و همون نظام به ترتیبی دولت و دیگر این سالهای طولانی میکشید. از این رو انمی پابندی ما را نمیگذاشت و چخیل که قید کردم اینک انمون قسم آخرش آمده است قسم کمی قرض مانده است که اکنون ما را میتونیم پرداخت کنیم و با این اتحاد وارد شویم. ببینید شما مسئله وارد نشدن تاجیکستان در مورد پابندی های قرض هایی که ما از خارج گرفتیم شما در این میبینید اما شما این را فکر نمیکنید که مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما تنها از طریق بانک ها رسما به اقتصاد کشور در سال 2019 3 میلیارد دلار وارد کردند. اگر که ما با اتحاد اقتصادی اوراسیا وارد شویم مهاجران مهنتی تاجیکستانی ما 2 میلیارد دیگر اضافتا داریم میکنند که جمع بیشتر از 5 میلیارد دلار خواهد شد. اگر این همه مبلغ ها رو نگاه کنیم کی آموده است که با اقتصاد تاجیکستان در یک سال 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند؟ این مهاجران هستند که سرمایه گذاری میکنند. بهتر نبود که به خاطر بردوباش مهاجرین تاجیکستانی ما به خاطر شرط و شرایط آنها و سطح درآمدی که آنها رو بلند برداشتن ما به این اتحاد وارد شدیم و بعضی مشکلات های مهاجرین حل میشد و نرخ و نوایی که امروز در بازار تاجیکستان خیلی بلند هستند که آن هم به معاش مردم که در تاجیکستان معاش میگیرند بسنده نیست. خوب نبود که هم نرخ ها رو ارزان کنیم و هم به مهاجران مهنتی همون یک کمکی شود. البته ببینید و از یک طرف این بها دادن آسان است لیکن وقتی که مناسبت های گوناگون دیگری دولت است بعضی اون هم نه همه اون رسمی و مردم روشن است. باور کنید من کارمند بانک ملی بودم سالهای مثلا 97 تا 2000 ما سال مثلا از همون 92 تا 2000 یک تنگه هم در همون خزینه نداشتیم. اون وقت مهاجر مهنتی هم قریب که وجود نداشت لیکن او پابندی ها البته همین با یک مشکلات میارد. دیگر اینکه مهاجر مهنتی مبلغ 2 میلیارد 3 میلیارد است این مبلغ مستقیم به بودجه تاجیکستان وارد نمیکند یعنی برای
خیشتبار نزدیکانشان حواله میکنند و البته با یک دولت هم با نظام پولی و مالیش اون پول دسترس میکند به نزدیکان اونا از بازار خرید میکنند و در وقت گردش معاملات مال یعنی یک قسمی فایده که از انداز میموند بر رسمداری گمرکی و دیگر اندازها خوب اونا به قسم درآمد بودجه میروند در حجم همون اگر ما فکر کنیم که همون 2 میلیارد 4 میلیارد راست به بودجه میبیاد این نادرست است برای اینکه اون به فایده تاجرها میرود به منفعت خانواده میرود بسیاری اون هنوز پولش در بانک مونده است در خانهش مونده است یا که بعضیا پول جمع کردن مثلا دیگر کار را انجام دادن این شد ساختن و یا کار دیگر کردن برای همین ببینید از طرف دیگر ندارآمدن تا امروز ماندن تاجیکستان برای منفعت عهدهدارای دولت فایده دارد برای آنکه ما عهدهدار میشویم ما اگر نمیدونیم کمبودی های انمین شرطنامه های وارد شوی را ما حاضر نازکی های اینا در بلاروس دیدیم در قزاقستان در قرقیزستان دیدیم اکنون با در نظر داشتی همه مشکلات این دولت ها هنگام وارد شوی دارن و عهدهداری هایی که میگیرن باید ما فکر اندیشه خودمونم با در نظر داشت منفعت های ملی شرطنامه را گذرانیم و درباره مورد مهاجران مهنتی درست است قریب که نصف گردش معاملات مالی بازار تاجیکستان از همون پول است که مهاجر مهنتی به نزدیکاش حواله کرده است و او از بازار یک چیز میخرد و تاجر هم بار وارد میکند برای آنکه میدوند 50% زمین هم مردم انی خریدار است و دیگر منبع هم هست دیگر منبع قریب 50% دیگر منبع های درآمد خیلی است و دیگر است که جا پر میشود از این رو مشکلات های مهاجر مهنتی و دیگر پهلوهای اونم در سیستم یک دولتداری بررسی می شود چقدر من معلومات دارم هم سال گذشته و هم این سال در چند جلسه های حکومت پرزیدنتی کشور برنامه ها را خب آماده کردند برای بهتر کردن وضع مهاجرین مهنتی برای مثلا دیگر کارهایی که حکومت عهدهداری خودش رو در پیش شهروندانش اجرا میکند و در بعضی گفت و شنیدها ما میبینیم که البته پرزیدنت تاجیکستان بعضی گذشتها نسبت به فکر و اندیشه و هدفهای منفعتهای روسیه هم گذشت میکند چون که روسیه هم یک دولت مستقل است و منفعتهای خودش نگاه کرده بعد پیشنهاد میکند بسیار شرطنامه ها هستند بسیار مثلا دیگر همکاری ها هستند برای همین فکر میکنم که امروز وقتی که ما در آماده بستن شرطنامه هستیم ما نسبت به قرقیزستان و دیگر دولت هایی که شامل این هستند خوب با در نظر داشت همون کمبودی ها و منفعت های ملی که حفظ می شود خوب وارد می شویم اگر در مورد مهاجران مهنتی شما حرف گفتید من هستم که درست است حکومت برای با نظام پولی یعنی تامین کردن یک نظام که مردم پولش رو با نزدیکش برسانند دیگر اینکه حکومت هم مال و اموال و زندگی و نزدیکان و خب دارایی های مهاجر مهنتی را در تاجیکستان حفظ میکند اینم صرف بودجه میخواهد اینم یک کار هست که مثلا مهاجر مهنتی یعنی به خاطر جمع میرود در اونجا کار میکند اگر فکر کنیم که دیگر مهاجر مهنتی اونجا رفت و در اینجا مثلا تماما حکومت در کار نیست خب این گپ درست می شود به حکومت دولت نمی شود تمام جامعه به دزد راهزن اوباش نمی شود 1400 سال دین اسلام در مفکوره انسان تکرار به تکرار تاکید میکند که عملهای غیر انسانی را انسان روا نبیند نه نسبت دیگر کس نه در زندگی و یا در یگان عمل است لیکن میبینیم با دزد هست با راهزن هست با جنایت می شود با زندان ها پری همون هستند یعنی با یک اعتقادی حتی دینی هم نمیتوانیم اینا خوب بجا مانیم فقط اینا حکومت میتواند و هم ساختارهای نظامی که میتوانند یک ثبات آرامت تأمین کنند برای همین البته اونا کار میکنن پول میفرستن
حکومت پولش را به نزدیکاش میرسوند، خیش و توار اموال اینا را نگاه میکند و در آینده هم نظام آن که دولت روسیه به اونا مناسبت خوب کند و دیگر پهلوی مشکلات اونا حل شود، حکومت چاره های را دیده ایستاده است و میتوند قبول نکند. مردم میتوند دیگر، البته امروز هم میبینیم در بعضی جداها فشارها هست، کمبودی ها هست و دیگر مثلا حالت های هست که بسیار مثلا مناسبت های بد میبینیم. لیکن اون نفرایی که نسبت به شهروندان ما ناحرمتی کرده بسپارش پوتین هم کار کرده باشند. در داخل همون دولت هم شخصانی هست که از اون حکومت روسیه ناراضی‌اند و میخوان مناسبت های بسیار دولت هم مثلا برهم بتن، هر کاری را میکنن. البته با جای کار تامین کردن، گرفتن پاتنت و بسیار مشکلات ها هست. ما نمیخوایم با این اتحاد وارد شویم. از این رو چیزی که گذشت فکر میکنم البته همین قدر امکانیت داشت که قانون و دیگر امکانیت داشتیم که برداشت داشت که این کار ما اجرا کنیم. ببینید در مدت 5 سال ما نتوانستیم خلاصه عمیق و دقیق را حکومت برآورد. اینقدر بلوک اقتصادی سیاسی تمام نیروها را حکومت میتوانست سرجم کند و در مدت 5-6 ماه این مسئله را درست و دقیق آموزند و پرزیدنت پیشنهاد کنند و پرزیدنت قرار آخرین را قبول کند. 5 سال میگذرد. در این مدت 5 سال مهاجرین ملتی تاجیکستانی ما بنابر سببی که تاجیکستان وارد اتحاد اقتصادی اوراسیا نشد از جانب روسیه بالایشان فشار آورده می شود. همه این را احساس میکنند، درک میکنند که اینا هدفهای سیاسی دارند و این فشارهایی که به بالای مهاجرین تاجیکستانی می شود. غیر از این مهاجرین تاجیکستانی ما هر سال 2 میلیارد دلار خود را از دست داد. هر خانواده مهاجری تاجیک این مبلغ را قبول نکردند، چون به خاطر این مبلغ به بودجه روسیه رفت و غیر از این مهاجرین تاجیکستانی ما نتوانستند در روسیه خوب آزاد و آرام گردند و از آن امکانیت‌هایی که اتحاد اقتصادی اوراسیا برای آنها پیشنهاد میکرد امتیازها میداد، از این امتیازها برخوردار نشدند. یعنی مدت 5 سال میتوانیم که حکومت با خنک نظری، با آنه که نتوانست این مسئله را سریع وقت حل و فصل نماید که تا زندگی مهاجران، بردوباش مهاجران در روسیه بهتر شود، به مهاجران ضرر رساند. با این چنین خنک نظریه‌اش شما فکر نمیکنید؟ درست. ببینید مثلا این قرار شخصا از من از حزب سیاسی وابسته نیست. ما آماده ایم که هر وقت تیزتر این قرار امضا شود. دیگر اینکه پرزیدنت کشور هم در اساس تحلیل پیشنهادهای زیر ساختارهای حکومت نسبت هر یک مشکلات قرار قبول میکند. زیر ساختارهای حکومت ببینید در دوام همین قدر سال منم خب در همین نظر هستم که زیر ساختارها باید در این مدت حل میکردن و به پرزیدنت یعنی یک واریانت درست پیشنهاد میکردن که هرچی تیزتر تاجیکستان به این اتحاد وارد میشد. لیکن وقتی که زیر ساختارها متخصصین اونجا نه تنها متخصصین اقتصادی بلکه متخصصین های امنیتی، ترتیباتی، نظام پولی و دیگر ببینید پهلوها دارند، همه پهلو به یک نظامی اومدن که خوب امروز نگذرند. زیرا بغیر از این باید در نظر بگیریم که مهاجر مهنتی ما همون اموالی را میخرد که از بیرون وارد میشود، بیشتر از خطای، از مثلا دولت اروپا و دیگر. خب همه این با نظام پولی یعنی با دلار یورو میشود. البته دولت اروپا و امریکا هم در نظام دولتداری ما هم در یک حد با فیشنگ هایی که دارند و شرط نامه هایی که ما داریم و کمک هایی که ما داریم خب در کجای مثلا حکومت رو پابند کردن، چون که ما نو دولت میسازیم. هر کار در آغاز مشکلات و کمبودی ها دارد. من البته باعث تاسف است که بعضی مشکلات ها با بعضی مهاجر مهنتی است، لیکن بسیار مهاجر مهنتی ها مثلا زبان رو نمیدونن. ببینید متخصصی اگم ساحه نیستند، خب آسان ترین کار همون میدونن که خب زود بر روسیه بروند، خب در اونجا خب بیشتر کار کنن. میدونن که مثلا در اونجا به یک چیز موافق نشدنشون ممکن است.
ببینید پهلوهای گوناگون دارد. ببینید من اینجا یک کم تا شما ایستاد میکنم، چون شما در موردی من اتحاد اقتصادی گفته ایستادم، شما گفته ایستادید که مهاجران ملتی تاجیکستانی ما زبان رو نمیدونند و کسب ندارند. البته این هم با عیب حکومت است، نه با عیب مهاجرین است. اگر که شهروند این تاجیکستانی ما کم سواد میشد، بی سواد میشد، یعنی نقصان در نظام معارفی ما است، یعنی در اینجا است، نه در مشکلات در آن است که مهاجری ما در آنجا میرد با این روبرو میشد. این کمبودی حکومت است به فکرم در اینجا. شما دقیق‌تر بگویید که چرا اینقدر وقت ما نتونست زیرساخت‌های حکومت نتونستند قرار درست رو پیشنهاد کنند یا کادرها نمیرسد در اینجا؟ من فکر میکنم که بلوک اقتصادی باید در این مدت اقلا 1-2 سال پیش باید به قرار می‌آمدن به این اتحاد وارد میشدیم و ما در پارلمان هم اینو بررسی کردیم. در پارلمان هم اینو چندین بار گفتیم. متخصصانی وقتی بلوک اقتصادی می اومدن ما نه تنها که از اونو پرسان میشدیم، ما از اونو طلب میکردیم، با احساسات هم حرف میزدیم که مثلا قبول کردن قرار شما بسیار طولانی است، هیچ ممکن نیست یا که شما به این حکومت کار میکنید حکومت دیگر خب قرار درست تحلیل درست با پرزیدنت پیشنهاد کنید، حکومت یک قرار بگیرد. ببینید همون بلوک اقتصادی البته یکی از وزارت رشد اقتصاد و سودا است، اینجا خب سواری است، وزارت صنعت است و دیگر مثلا جانشینای سروزیر است و دیگر است که اونا باید این حل میکردن، من فکر نمیکنم که این ببینید چی باشد یک مشکلاتی جدی در آینده برای ما بیارد. من چطور گفتم ما اعضای سازمان های گوناگون هستیم، عهدهداری ها داریم، تولیداری ها در یک سطح معین حل نشود دولت ها به ما مشکلات ها ایجاد میکنند. مشکلات ایجاد کردن برای بسیار دولت ها این آسان است، این اونو میتونن همون فشنگ استفاده برند. دیگر اینکه مناسبت همه دولت دنیا با روسیه خوب است، میخواهد که دولت آسیا مرکزی عموما با روسیه رفت و اومد نکنند و دیگر مثلا برخوردهای دولت رو دیدیم که سیاست ژئوپلیتیکی اونو چقدر برخوردها دارد در کدام قشر دولت در مثلا وابسته به ایران و سوریه و دیگر دولت‌ها چقدر برخوردها بود. البته این هم یک طوری نمود پیشنگ‌های سیاست ژئوپلیتیکی دولت‌های ابرقدرت است که در یک سطح میتوانند با واسطه پیشنگ‌های نازک خودشون همین چیزا را خلل برسانند. ما اساساً چطوری گفتم انا همون درد پیشینه ما قرض‌هایی که پیشتر گرفتیم و فکر میکنم که امروز دولت آماده است که در مهلت‌های نزدیک اعضای این سازمان میشود. ببینید با چنین قرض‌ها ما صاحب استقلالیت خودمون را از دست ندادیم تا یک اندازه، چون پابند هستیم، عهده‌داری داریم، وظیفه داریم که به خاطر منفعت‌های آنها از منفعت‌های مهاجرین هم از منفعت‌های ملی اقتصادی همون دست کشیم. این به یک اندازه چنین می‌نماید در جواب‌های شما که ما امروز بنابر سببی که پابند هستیم بعضی عهده‌داری‌ها داریم نمی‌توانیم بعضی منفعت‌هایی که از آن قرض‌های آنها بالاتر می‌ایستد از آنها دست کشیم و منفعت‌های ملی هم آن را بیشتر طرفداری کنیم. ببینید اینجا گپ در سر همین میرود اتحاد اوراسیا فقط در مناسبت برای مهاجرین اساس همین است. ببینید تمام دولت‌ها در مناسبت‌های یکدیگر مشکلات دارند. تمام دولت‌ها برای یکدیگر یک گذشتی میکنن از منفعت‌های ملیشون میگذرن. کمی است زیاد از منفعت ملی فرق ندارد. 1 نفر است، 1000 نفر است، لیکن تا حد ساختارهای حکومت نیز در حدود روسیه وجود دارد. البته فعالیت خوب ندارند. فعالیت خوب یعنی از جمله سفارت تاجیکستان در روسیه فعالیتی نظررسی کافی ندارد. دیگر ساختارها هم که در اونجا نمایندگی خودشون دارند و مناسبت‌ها را تنظیم میکنند. باید اینها هم مثلا شکل کار خودشون دیگر کنند تا اینکه مثلا این منفعت‌های ملی تاجیکستان که به هر یک شهروند هم دخل دارد هم وابسته است اونو در یک سطح حل شود. ولی مناسبت‌های ما پابند یگان دولت نیستیم.
هست قانونهای عموم جهانی هست. قرض گرفتیم، قرضها را میدهیم مطابق اون قدر ذخیره های زیر زمینی، امکانات های استحصالی و قوای کاری و دیگر شرایطی که ما داریم. یعنی امروز با کار شروع کردن روغن ما همه قرض دنیا را میتیم و فکر میکنم در سالهای نزدیک عموما از تاجیکستان یگان جایی است که مهاجر ملتی نمیرود و از دیگر دولت به تاجیکستان مهاجر شده برای کار میآیند. خب اینو در دولت بررسی است. ما هم در برنامه پیش از انتخاباتی خودمون اینا خب پیشنهاد میکنیم. حکومت هم مثلا برنامه خودش دارد، لیکن ما برنامه خودمون را پیشنهاد میکنیم و فکر میکنیم در آمیختگی و یا در انتخاب یک وریانت خوب باید یک چی بگیم یک کار خوب در جامعه انجام داده شود. ببینید ما بیشتر از طبق آمارهای رسمی 1,200,000 مهاجر مهنتی در فدراسیای روسیه هستند. خوب نبود که حکومت یک وزارت تأسیس دهد و چون برای بردوباشی مهاجران و برای کمک رساندن به مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما درست مناسبت کند و تا اینکه مهاجرین مهنتی ما در فدراسیای روسیه موقع خودش را پیدا کند، جایگاه خودش را پیدا کند و از حمایت این وزارت از با همون امکانات های خودش از مهاجران حمایت کند یا اینکه راهنمایی کند درست‌تر بگوییم به مهاجران مهنتی تاجیکستانی ما. چون این خیلی تعداد زیاد است. ببینید هر یک مهاجر تاجیکستانی ما 5 نفر را در تاجیکستان میخواند و میپوشاند. این بیشتر از 6 میلیون را میخواند و میپوشاند. البته این یک امروز آن مصیبتی که بدبختانه بالای مهاجر تاجیکستانی ما آمده است آن را شما هم خودتان میبینید و از این مصیبت ها بیرون آمدن فکر نمیکنید که امروز باید که وزارت تأسیس داده شود که به درد مهاجران بیشتر خورد. ببینید برای وزارت هم اگر تأسیس داده شود عمر این وزارت بسیار کوتاه می شود، برای اونکه در اساس مثلا امکانات های روغن علاقه بلوک اقتصادی و عموما امکانات های اقتصادی تاجیکستان تماما دیگر می شود. دیگر اینکه چقدر من درک دارم تا 2 سال است که وزارت مهنت و شغل اهالی با دستور حکومت بعضی وکالت های به اون داده می شود. بعضی وکالت های داده می شود که آن همون فونکسیون همون وزارت قریب که اجرا میکند. همزمان متخصص تیار میکند برای کسی میخواد در خارج دیگر کشور کار کند، متخصص های گوناگون و همزمان منفعت های آنها رو در اونجا بررسی میکند. ما مثلا در برنامه انتخاباتی یک پیشنهاد کردیم که از بس که کنسول ها در حدود روسیه، کنسول ها سفارت تاجیکستان کم است، ما بر پیشنهاد مونده تمام سفارت های تاجیکستان که در دنیا هستند یک کارگری کم کنند. بعضی مثلا دولت های هست که مثلا نه اونقدر ضرورت دارد که اونقدر شمار آدم در اونجا کار کنند. خب یک نفری کم کنند و اون شماره را همچون کنسول با یعنی سفارت تاجیکستان در روسیه اگر مشکلات مبلغ باشد. اوید با کادرها مشکلات نیست، ما کادرهای زیاد داریم، لیکن فقط در باره مبلغ گذاری کنسولی می رود. ما میتونیم همین کنیم و کنسول ها باید در تمام حدود روسیه که شهروندان تاجیکستان بیشتر کار میکنن و اقلا همون نفرانی که حدود کمتر اگر هم باشن و اقلا یک 50-100 کیلومتر رفته کنسول را ببینن و مشکلاتش حل کنن. و اگر توجه داشته باشه درباره برنامه ما برای انتخابات هم که در اونجا منصوب به مشکلات مواجهات مهنتی است میتوانستم میبراز کنم اگر توجه باشه. ببینید بیشتر از شهروندان ما در مهاجرت مهنتی مخصوصا در روسیه بیشتر شکایت دارند که آنها به سفارتخانه در وقتی که مشکل بالایشان میآید زنگ میزنند، به گوشی آنها سر وقت جواب نمیدن، اگر جواب هم دهند بسیار دغلانه نسبت شون رفتار میکنند. عموما مناسبت بسیار مناسبت سردانه است و مناسبت بسیار مناسبت دغلانه است
و اگر که با سفارت و با کنسولگری در این یا آن مسئله گرفتن حجت و اینها هم مراجعه کنند، در آنجا رشوه و رشوه‌خوری و رشوه‌ستانی خیلی در سطح بلند است. چی باید کرد که این مشکلات مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما مناسبت سفارت تغییر یابد و مشکلات مهاجرین مهنتی تاجیکستانی ما راه حل خود پیدا کنند؟ چون این مناسبت خیلی خیلی بد است. مهاجرین مهنتی ما خیلی از سفارتخانه ها، از کنسولگری ها خسته شدند و دیگر امیدی از کمک به اینها ندارند و زنگ هم نمیزنند در حالت مشکل پیدا شدن. چون به مثل آن است که شما در یک جا با امید مراجعت میکنید و در آخر ناامید میشوید. ببینید اگر کدام مهاجر مهنتی که به من زنگ زد، حتی مشکلاتی که در داخل تاجیکستان بود من اون را حل کردم. مهاجر مهنتی از یکوتیا من تلفن کرد که برادرش در زندان است، برادرش گناه نداره و همون هم مثلا پروسس سودیش ایسر بگیرن. خب به همون ساختارهای دیگر هم نظامی و حکومتی هم مراجعت کنن که امکانی محافظتی یا که استفاده از نمون امنیستی که شد. ببینید من همونا را مثلا اون طلبات و اون پیشنهادی که داشتن اجرا کردم. برای چی همون مهاجر میره در کنسولگری میره و از او پول میپرسد، همین حدود تاجیکستان وکیل دارد. برای چی به خویشاوندانش، برای چی همین تلفن از روسیه به وکیل به تلفنی دستی تلفن کرده میشود. میتواند دیرخواه مثلا یک شهروند به قبولگاه شهروندانی مجلس نمایندگان بیاد طلب کند که من از این حدود هستم، وکیل من کی است؟ در اونجا قبول شهروندان نفرها هستند، خوشرو قبول میکنن، وکیل فراد میکنن که مرحمت دعوت میکنن که شما بیاید صحبت بگذارونید. در حالتهای دیگه تلفنی و آزاد میتین. من تلفن ما مثلا در فیسبوک ببینید همین، البته این گناه نیست از نادانستن هم میشود. باید همین کمترین مشکلات شد در فیسبوک می نویسند. اول یک بار بعد همون وکیل خودش یا که نزدیکانش برام با ساختار حکومت یا وکیل که میتواند مشکل حل کند، تلفن که با سفارت روسیه دادیم مشکلات فلان شهروندان گفتیم شما قبول کردن نمیتونین، میگن نمیتونیم. گفتم بیا ما فقط گفتیم که نوبت مثلا اون فکر نگفتن، لیکن ما تاکید کردیم شهروند قبول کنید، مشکل قبول کردن حل کردن. خوب ببینم این کسی که مشکلات دارد باید مراجعت کنه داخل، نه اینکه شد بگن که وای داد همینجا همه را پشتم خوردن و هیچ کس صاحبی نمیکند. ببینید وقتی ما نمیدونیم که چه مشکلات دارد، اگر ما چه میتونیم مشکل حل کنیم، وقتی به سفارت مراجعت میکنیم میگیم که مردم مینالد، میگه دلیل بگید کی از من مینالد، در کدام حالت مینالد. ما از این گپ کوچه هم شنیده با سفارت در روسیه با کارگراش و دیگراش مراجعت کردیم، خب خواهش کردیم، حتی تاکید کردیم، حتی به وزارت کار خارجه تاجیکستان هم مراجعت کردیم که کاری یعنی فعالیتی سفارتخانه در روسیه قانونی نیست، باید بازدید کنین و کارمند داره. خب کارمند سفارت مثلا وزارت کارهای داخلی هم عذر میخوام، کارمند وزارت کارهای خارجی هم گفتن که مثلا کدام ما پشت همین مثلا طلب کنیم، کدام کارمند است که اگر کارش اجرا نکرد ما میتونیم اون را دادیم فعالیت مهنتی را در اونجا برهم بدیم. ببینید یه پهلوی دیگر مراجعت نکردن است، یعنی مراجعت درست با وکیل با شخص دیگری که کارش حل کند. من فکر نمیکنم که در این دعوتی که ما بودیم همین خیلی وکیل باشد که زنگ نزند مشکلات اینو را حل نکند. لیکن اومده تلفن گرفتن و دیگر، من فکر میکنم دیگر در همین دعوت آینده باید تمام وکیلا را تلفن‌های دستیشان در همین فیسبوک ماندن در کار. ما وکیل شویم اگر تلفن همشون میمونیم بغیر از خواهش اونا، اگر که تلفن ها به هم باشه و شهروند ما طرفدار اونیم که یگان کارمند دولتی در یگان ساختار باید به فساد راه ندهد. لیکن متاسفانه آدمیزاد فاکتوری پیشگویی نشونده است. ما نمیدونیم که همین انسانیت در همین حالتهای گوناگون چی خیلی نشان میدهد. بعضی حالتها میبینید
فکر میکنه که دلسوز یعنی دولت ملت است و بعد میبینی یک سال بعد که خب یک کاری کرده است که عموما اینا یک خیلی دشمن میکنه. برای همین طرز مراجعه حتی این اندیشه های شما ما فکر میکنیم که در فیسبوک پهن میشود، ساختار حکومت هم اینا میشنوند، آدمان دخل دار میشنوند و فکر میکنم که این در یک سطح حل میشود و در حالی پارلمانی شدن حزب دموکرات ما بیشتر این موضوع را پیگیری میکنیم، هم وارد شدن با اتحاد اوراسیا، هم مسئله مجرمین مهنتی. در برنامه ما، برنامه انتخاباتی، این مسئله بسیار شدیداً گرفته شده است. پیشنهادهای خوبی اجرا شونده ماندیم و برای قبول آنها نیز سپس هم مبارزه میبریم، تلاش میکنیم. ببینید شما از آن گفتید که باید که وکیلانی که مردمی هستند، باید وکیلانی که از جانب مردم انتخاب شده هستند باید که صفحه های فیسبوک داشته باشند و تلفن های خودشان را در فیسبوک بذارند. بیشتری وکیل ها در فیسبوک حتی هیچ خبرشان نیست. من کم وکیل ها را میدانم که در فیسبوک صفحه داشته باشند. من تنها شما را در آنجا پیدا کردم و یک چند وکیل دیگر در فیسبوک دارد و بیشتر آنها صفحه شخصی خود را ندارند. مردم عموما تماس وکیلان با مردم پورا کنده شدگی است، قطع شدگی است و بیشتر مردم هم که با وکیل های خودشان مصلحت میکنند، بعضی مشکل های خودشان رو در میان میگذارند، حتی در جماعت و دیوات ها مشکلات آنها راه حل خود پیدا نمیکنند و اون وکیل ها را هم دسترسی پیدا کردن در جماعت و دیوات ها و ناحیه ها بسیار بسیار مشکل است. باور کنید. خب ببینید یک پهلوی دیگر دارد، یک نزدیکی دارد همین کار. ما مدنیت معاشرت شهروندان چه در کوچه و چه به واسطه تلفن، مخصوصا در همین شبکه‌های اجتماعی بسیار مدنیت پست است. ببینید حقارت ها، تحقیر ها و نامش نمی‌نویسد و مستقیم گفتگو کردن نمیخواهد. هر چیزی از دستش میبیاد، چیزی که از دهانش میبروید نویسد. لیکن این شبکه اجتماعی منبری است که مردم تاجیکستان در اینجا باید معاشرت، همین میگه بگه خوب مار از هلچش میبروید، مار میبروید. لیکن وکیل وقتی میبیند که در اونجا فقط تحقیر است، حقارت است، بعضی بسیار حقارت های هست که خب دیگر نمیتونی او را حقارت کردن، میگن که خب اینم از اون آدم کوچه دیگر فرقی ندارد. ببینید بعضی آدمای کوچگی هست که امکانیت حل کردن مشکلات ماجرای مهنتی را هم خللدار میکنن. دیگه ماجر مهنتی نمیتواند مثلا وکیل شه بیاد، برای وکیل از اونجا گریزان شده است. من اینقدر مثلا برخوردهایی که در همین شبکه‌های اجتماعی داشتم، خب تاب آوردیم، تحقیرها هم کردن، دیگر هم کردن، بعد با تلفن ها را دادیم، با تلفن صحبت کردیم. ببینید اینقدر وقتی را میگیرد، اینقدر عصبی را میگیرد. ببینید این همین هم وکیل ها را گریزان کردن. ما با اکثر وکیل ها گفتگو کردیم، بسیار گفتیم که برادر عزیز خوب در شبکه ها مرتمان خب بگیر بکشای، مثلا که با ماجر مهنتی، با شهروند جمهوری تاجیکستان شما تیزتر آگاه میشین، مشکلات را تیزتر میدونین، تیزتر آگاه میشین. خوب عرض و طلب اونها را طلب کنید. خوب بسیارش میگد که خوب میگد 10 نفر مراجعت کنند، اگر همی باشد 3-4 نفرش آدمایی که با ترتیب با مدنیت و در یک سطح معاشرت میکنند، دیگر اون فقط کارشون حقارت است، تحقیر حکومت است، تحقیر پرزیدنت، تحقیر وکیل و دیگر. مثلا یگان کمبودی را پیشنهاد کردن نمیتواند، فقط یک چیز میگن، اینمی حکومت فلان است، اینمی پرزیدنت فلان است، این وکیل فلان است، اینمی چیزای بی معنی انمی معاشرت بین ما را کم تا کاسته کرد. و من چندین بارم التماس کردم از همه شهروندان، شما خواهش میکنم شما با اینم چی بگم یک حرفای بیجاتون میتونین مشکلات چندین آدما را باز مشکل تر کنین، چون که میتوانید با وکیلش دیگرش با چی بگیم یک در تماس میشود، مشکلات را حل کند. برای همین شهروندان هم باید در یک سطح باید همین مدنیت معاشرت هم باید رعایت کنند تا اینکه بتواند همه ساختار دولت با اونو گپ زنند. من دیدم مثلا یک نفر درباره
ساتر مثلا بلوگر از اون اروپا ببینید با یک طوری همین رو میزنه کینویا زده ببینید همین یک طوری گپ میزند که آخه ببینید همون و آدم از خودش دور میکند نه تنها که با دیالوگ میکشد یا حل مشکلات میشود ما میدونیم که مشکلات هست نه که مشکلات هم دلیل در کار وقتی مشکلات پیشنهاد میکنن دلیل پیشنهاد کنن با طور رویداد و دیگر نکنن برای مثلا یک لباس مثلا تازه لباس پوشیدن عرب باید تاجیک بپوشد برادر عزیز و پیش از همون دین اسلام هم ما 5-6 هزار سال زیادتر دولت ها داشتیم تمدن آفر بودیم ما لچ نبودیم ما ملت بودیم فرهنگ داریم در کتاب قرآن گفته نشده است که لباس عربی بپوشید ساتر گفته است ساتر ترجمهش پوشیدن است یعنی میگه که شما پوشیده باشید درست است من هم یوبکا ببخشید من عینا چنین سوال‌ها در مسائل محدودیت‌های دینی دارم و این رو می‌تونم من آخرین سوالم رو می‌خوام در مورد مهاجرت هم برای شما ببینید در قرقیزستان در دیگر کشورها اگر که مهاجرانشان با تحقیر روبرو می‌شوند آنها در حال اعتراض میکنند و در رسانه‌ها سر و صداها بلند میکنند و روسیه باشد از آنها بخشش میپرسد و حتی ژورنالیستان روسیه رو ما دیدیم که در نتیجه های فشارها چیکار کردن بخشش پرسیدن یعنی نگذاشتن که یک شهروندشان تحقیر شود این فکر نمیکنید که آن چیزی که امروز تحقیر در بالای تحقیر امروز نسبت مهاجرین تاجیکستانی ما یا اینکه نسبت شهروندان تاجیکستانی ما صورت میگیرد در فدراسیون روسیه این امکانیت بیشتر میدهد که سر و صداهایی که شما نمیبرید خاموش میستید شما وکیل پارلمان هستید و به مثل شما ما دیگر وکیل ها رو داریم که آنها نیز خاموش هستند شما فکر نمیکنید این خاموشی شما و خاموشی همکاران شما باعث بیشتر تحقیر مردم تاجیکستان گشته اند ببینید شهروندان قرقیزستان یا که بلاروس یا قزاقستان اونا در همون شهرنامه وارد شدن اتحاد اوراسیا در اونجا روسیه بعد عهدهداری ها دارد در اساس عهدهداری ها اونا طلب میکنن اجرا میکنن حکومت روسیه یعنی فرمان میدهد بعضی از ساختاراش اجرا میکنن در حال ما مثلا تمام مشکلاتی که در سر مهاجرین از در فیسبوک میبروید در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشود البته ما کمیته ترتیبات امنیت داریم قانونگذاری داریم فرهنگ داریم تمام کمیته هایی که تمام پهلوهای زندگی و فعالیت مردم در بر میگیرد داریم اینا زود بررسی میشوند و از نام پارلمان با وزارت کارهای خارجی و اینچنین به سفارت روسیه که در تاجیکستان است نامه میرود نمیماند یگان مشکلاتی که تاجیکستان مثلا با ساختارهای خودش مراجعت نکند گپ در سر اون میرود که البته برای درآمدن تاجیکستان به اتحاد اوراسیا خوب در یک نظر همین خیلی نماید که همچون فیشنگ امروز مهاجر مهنتی شده است فیشنگ شده است لیکن اگر گویم که تماما همه دستش بالای دست ماندگی و مهاجر مهنتی فکر نمیکند که چیکار میکند در یک ساعت نادرست است باور کنید شخصا من همین درک دارم هفته این نیست که برای هر یک مشکلات اقتصادی یا که دیگر اجتماعی و یا دیگر مثلا در پارلمان مکتوب ها به هر یک ساختار اداره ها نروند مثلا یک 3 سال اخیر 3 سال زیادتر اخیر این کار خیلی شدیداً مثلا می شود حتی در جلسه های پوشیده داریم ساعت های پارلمانی داریم دیگر داریم که بعضی ساختارها رو دعوت میکنیم میپرسیم برای چی ساختارهای قدرتی مثلا کار نکردن یا که ساختارهای دیگری ایدئولوژی دولت یا که اون ساختارهایی که منسوب به این از وزارت مهنت شغل اهالی و دیگر یا که کنسولگری ها یا که سفارت چیکار کردن اینو بررسی میشوند لیکن انمون تحقیر فیشنگ ها باز تکرار میشود و ما در این باره مثلا گفتگو با سفیر روسیه داشتیم با جانشین سفیر داشتیم و اونا هم البته دلیل های خودشون پیشنهاد میکنن و فکر دارم که با ورود شدن به اتحاد اوراسیا و در کدام حالتی که نباشد این مسئله را حکومت روسیه پیشنهاد کرده است قاید این
برای همین فکر میکنم که این مسئله حل شونده است. البته مشکلات هست. همه این درد و علم و انمون یک هوای هست که هر یک دولتی که میخواهد جامعه بسازد، میخواهد که یک استقلالت به دست بیارد و مستقل باشد، هدفهای ملی و تاریخی محافظت کند، به همه چیز دچار شدن میگیرد. و البته حل هر یک مسئله قانون میخواهد، عمل میخواهد، لیکن بعضی وقتا امکانات همون قدر هست که قانون و امکانات و مناسبت های ما امکانی برداشت دارد، ما همون قدر حل کرده میتوانیم. ما نمیتونیم به روسیه هجوم کنیم یا کار عمل دیگر کنیم، لیکن در سطح بررسی میشود. مسئولین روسیه در اینجا بعضی وقت خنک نظری میکنند که این مسئله هم با پارلمانی مثلا ایسنگ اتحاد دولت‌های مستقل، خب با حکومت روسیه، سفارت روسیه، این مکتوب خیلی زیاد مثلا ارسال میشوند. فکر میکنم بر اساس گفته شما و دیگر معلومات های هست. البته حکومت هر یک چیز در نظر میگیرد. پیش روی دو انتخابات است و عموما یک دولت نظام دولتداری دارد. هر یک فاکتور رقم ها باید بررسی میشود، بهاگذاری میشود. این مسئله همچون مثلا مسئله نیستن که ما شهروندان در یک دولت هم خیلی چی بگیم بسیاری بپرتویم که دیگر اهمیت هم ندیم که در چه حال هستند. ببینید شما قید کردید که مهاجرین یا شهروندانی که با وکیل ها همصحبت میشوند یک مناسبت دغل دارند و با عصبانیت از حکومت را تحقیر میکنند، پرزیدنت را تحقیر میکنند. فکر نمیکنید که این همه نتیجه آن است که وکیل ها از مردم دوری میجویند؟ یعنی این نتیجه آن است که وکیل ها از طریق رسانه ها با مردم گفتگو نمیکنند. در این یا آن مسئله فکر و نظرهای خودشان را آشکار و شفاف بیان نمیکنند. همیشه کاغذ پیچانه اگر یگام حرفی رو گویند و بیشتر با تعریف و توصیف رو میارند و این مهاجرین مهنتی یا هر شهروندان وقتی که این رو میبیند تحلیل میکنند. آن طرف هم انسان است و واقعیت رو دیده ایستاده است و حرف شما رو میشنود. وقتی حرفی وکیل ها رو میشنود و حرفی حکومتداران رو میشنود که از واقعیت دور هستند، این فکر نمیکنه که این نتیجه همون تعریف و تصویب به اساس است که مردم همین وکیل ها و همین چیزا وقتی به اساس این آن مسئله رو تعریف میکنند و با مردم گفتگو نمیکنند، این همه نتیجه امان ها است. فکر نمیکنید شما؟ در یک سال دو بار ما با انتخاب کنندگان وامخوری میکنیم. در تمام جماعت همه میرویم، همه مشکلات نوشته میشود، به حکومت پیشنهاد میشود، همه به حکومت پیشنهاد میشود. در حالتهای علاهیده به سفارت و وزارت ها مراجعت میکنیم. ببینید همین امروز قسم زیادی پارلمان از حزب مثلا خلق است، قسم زیادی منصبداران هم از همین است. مثلا چون که زیایون بیشتر منصبداران شخصان با نفوذ بسیار احتیاج و چی بگیم یک با نظری باوری به حزب کردن در اون شامل شدن. اگر ما در پارلمان جاهای بیشتر بگیریم، مردم ما را اگر دستگیری بکند، خب جاهای بیشتر بگیریم، ما فکر میکنیم که ما پای مسائل دیگر هم سخت‌تر میستیم. چون که ما در 5 سالی که وقتی که من وکیل بودم، من مسائل زیادی را مثلا بررسی کردم. من مثلا با جای دیگر وکیل مسئولیت ویا مثلا چیگه من زیر تنقیق نه تعریف دیگر نمیگیرم. همه در یک سطح کار میکنه. در وقتهای اوزاد ما مشکلات هم میکنیم، مثلا این مسائلی که ما میگیم دستگیری میکنن. حتی در بعضی قرار و قانون ها و مثلا تغییرات الهوایی که پیشنهاد میکنن، همون نماینده های حزب خلق دموکراتی حتی فراکسیون خلق دموکراتی هم همون پیشنهادهای ما را دستگیری میکنند. یعنی امونا برای رشد جامعه، برای بهتر شدن حال زندگی مردم نیت دارن، میخواهند. من نمیبینم که مثلا اعضای حزب خلق دموکراتی هم عموما نخواهد که دیگر مشکلات ملتی حل شود. گپ در سر مناسبت میرود که همون نفرایی که مناسبت های دغل بیشتر میکنن، اکثریت همون 99% به فکر مهاجر مهنتی نیست. و نمیدونم چی کار میکند، در کجا ایستاده است. شاید در امریکا باشد، شاید در اروپا، شاید که مثلا در قزاقستان باشد. نه که از نام مهاجر مهنتی
که در روسیه از اونا حرف میزند. من گفتم که شکل درستی معاشرت باید که برقرار باشد و شکل درستی مراجعت نیز از طرف شهروندان و وکیل و شخصان مسئول. درست است که کمبودی ها هستند و به کمبود هم دولت نمی شود و فکر میکنم که این چیزهای حل شونده است و این صحبت ما هم فکر میکنم بسیار مشکلات رو حل میکند و بعد بسیار چیزها فکر میکنم که یک پیشنهادهای خوبی میشود.